جت زیبا و مقبول افتاد و همچنان در پهلوش این موتر فروشی جذاب و زیبا که خوب موترهای مدل سال داره. ولی مسجد رو ببینید چقدر زیبا و مقبول است. برام دوباره میایم این طرف دوستان عزیز، باش از سرک بگذاریم این طرف سرک آمدم دوستان عزیز شما را می مسجد و همین چیزا را نشان بدم. گرم است و هنوز سرد نشده. صبحانه سرد نباشه وقت نماز یک ذره و قدر نی، اما پس یه وقتا دیگه آتش میگرده دوستان عزیز. این خانه چقدر زیبا و مقبول است دوستان عزیز. ببینید چقدر زیبا. این خانه که در نوش سرک می بود باز. طرف دوستان عزیز زیاد کپی کشی ها است. پیشتر اون طرف ترکاری فروشی ها بود، میوه فروشی ها بود، بسیار زیبا و بسیار تازه و خوبش. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان، ان شاء الله که خوب صحتمند باشین دوستان. نهایت گرامی دوستان، نهایت گرامی آمده بودم به طرف دشت برچی شهر کابل که از چشمم به این مسجد زیبا و مقبول افتاد و همچنان در پهلوش این موتر فروشی جذاب و زیبا که خوب موترهای مدل سال داره. ولی مسجد رو ببینید چقدر زیبا و مقبول است. برام دوباره میایم این طرف دوستان عزیز، باش از سرک بگذاریم این طرف سرک آمدم دوستان عزیز شما را می مسجد و همین چیزا را نشان بدم. بیادر عزیز ما در بالای باسکل کمت روان بود، قرآن کریم همچنان تلاوت داشتن و چقدر خوشبخت هستن همچین افراد. خوب دوستان نهایت گرامی، ما دیگه در بخشای اول دشت برچی هستیم دیگه. دوستان عزیز که از دشت برچی هستن دیگه بهتر میفهمن ما در کجا هستیم و در کجا نیستیم. این بخش کابل دوستان عزیز مربوط ناحیه ششم شهر کابل میشه. قلعه ناظر میگنش. قلعه ناظر دیگه زیاد دوستا شاید بشناسن، کسانی که در دشت برچی هستن و خوب 100% میشناسن که قلعه ناظر کجا هست. طرف دوستان عزیز زیاد کپی کشی ها است. پیشتر اون طرف ترکاری فروشی ها بود، میوه فروشی ها بود، بسیار زیبا و بسیار تازه و خوبش. گفتم فیلم بردار شروع کنیم. ولی سو آمدیم کم کم خشک شده رفت دیگه. دوباره شرکت سیاحتی مسیر ولایت طرف لوازم اشنا دیگه دوستان عزیز میفروشن. خوراک فروشی هم فروشی خوب اصری داره. ببین دوستان عزیز که از لبک سرک بریم و براتون میوه فروشی و این چیزا رو نشان بدم. اینه که میبینین دوستان عزیز آب زردک و سیب هست. این دیگهش هم آب انار هست. اون طرفش هم موترشویی هست دوستان عزیز. موترشویی است و همچنان پارکینگ هم از دوستان عزیز. طرف هم جوس و شورمه از دوستان عزیز. اون میبینین جوس انار هم دیگه میبره بالا دوست ما. طرف هم گدام است، گدام های مواد ارتزاقی. چکس سایگه که شد دوستان عزیز. دوستان عزیز با وجود از اینکه خزان هست و ماه سنبل هم دیگه تقریبا رو به اتمام است، در بخش دومش دیگه قرار داریم. در بخش دوم ماه سنبل اگر 3 بخشش کنیم دیگه در بخش دومش قرار داریم. اما بازم هوا بسیار گرم است، هوا بسیار زیاد گرم است و هنوز سرد نشده. صبحانه سرد نباشه وقت نماز یک ذره و قدر نی، اما پس یه وقتا دیگه آتش میگرده دوستان عزیز. این خانه چقدر زیبا و مقبول است دوستان عزیز. ببینید چقدر زیبا. این خانه که در نوش سرک می بود باز دیگه چیز میشد بیخی. این طرف هم کندن کاری شده، کلام سرک میایه شو به احتمال زیاد کلام سرک میایه دوستان عزیز که یک قسم کندن کاری کردنش.
ببینین طرف کردن کاری شده. دوستانی که در دشت برشی شهر کابل هستن و میفهمند که اینجا چی هست و چی گپ است و چی ساخته میشه، در کامنت ها بر ما بگین دوستان عزیز که این بخش چی ساخته میشه و چی جور میشه. پیاده رو شب تخریب شده دوستان عزیز. امروز سرک میریم به احتمال زیاد که دوستان عزیز سرک جور میشه. کندن کاری شده، خانه ها چپه شده دیگه. بازم نمیفهمیم که چی میشه و چی نمیشه. طرفم بابای ما بابک دیگه دوستان عزیز میگنش یا که ریش سفید ما با مدرد دوستان عزیز خاکباز زیاد بود، موچی بودن دوستان عزیز و خوب یک خیمگک زده بودن نمو افتاب. سلامت ابن سینا رادیولوژی مرکز میتیو. دوستان عزیز کالای دیگه کارت کاغذی تقریبا از بین رفته و کسی حال قدر نمیگیره. زیادتر مردم از میتیو استفاده میکنن یا کارت الکترونیکی. طرفم دوستان عزیز لیسیالی محمد آصف مایل هست که در تصویر دیدین. طرفم پل هوایی دوستان عزیز هست که کنده شده یا تازه جورش میکنن میشه دیگه نمیفهمم. کباب پکه کرده میرن دوستان عزیز. همی چاشت یک قسم فرصت هست امروز کل جای دوستان عزیز. همین کوتی سنگی هم فرصت بود، برچی هم فرصت است و همین فهم که چیه پس کوتی سنگی گلای دواخانه پلو سوخته اینجا کلا دوستان عزیز فرصت بود، قدر دیربار نبودن. مکتب ابتدایی غیر انتفاعی برخنای زهرا برخنا زهرا سال تأسیس شد سال 1395 دوستان عزیز. خب دوستان عزیز امیدوارم ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتان.